سلام بچه ها، خوش اومدین به پارت سوم خاطرات جونگ. و ممنون میشم که لایک و ساب و کامنت و اینا هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. خب ما تو پارت قبلی یکم گشتیم و یه مأموریت رفتیم و فکر کنم اینجا ویدیو رو تموم کردیم. من اومدم آف ریکورد یکم اینجا رو گشتم، یه خورده چیز میز پیدا کردم و الان اومدم اینجا که مأموریت اصلی رو و همین دیگه. خب I'm looking for Sensei Ishikawa. I thought he fell at Komoda. He didn't. Where is his dojo? To the forest. به دنبال سنسei ایشیکاوا میگردیم. بله کیرنجام شد، نمیدونم شد من خیلی Did کیرنجام میشه. Sensei not fight at Komoda? No. He came to town for surprise the day before the invasion. Hardly spoke a word, but he's always been a private man. من آخر تو کتم نرفته اینجا باید چی The stories of بگم. Sensei Ishikawa true. What stories? بیشتر میذارم از داستان لذت ببرید. داستان میذارم Not the ship. که فکر کنم کار اصلی همین با بذارم داستان و خودم زر نزنم. Failed to cross an archer like that. Do you deserve death? I hope not, my lord. Then you're safe from Ishikawa. The Sensei's dojo is up there on the cliff. خب I can't do it. ولم که دیگه برم. باش حتما باید به اینجا نگاه کن. I'll take it from here. بی منطق One more question, my lord. ولم بکن. May I باش ask why the sensei فهمیدم. left his post as archery master to clan Nagao? No one knows. Strange. Giving up service to a great lord for this. خب میریم به دنبال سنسei ایشیکاوا و مامورت دیگه. بله خب راستی اینو به تو کامنت ها بگین که از مامورات فرعی هم ویدیو بذارم یا نه. مثلا آموزش های استادشون که آموزش خاصی نداره. من یه چیز رو بهتون بگم شما میتونید راحت بقیه چیاش پیدا کنید. مثلا همین الان میگم آقا شما برای که مثلا بیاین برای آپگرید کردن خودتون، شما برای آپگرید که اینا چرا اینا چون ساب کنم اینا. خب داشتم میگفتم مثلا شما برای که تعداد هیلاتون بیشتر، یعنی مثلا وسط فایت جونتون کم شد هیل بزنید، باید بامبو پیدا کنید. یه جای هستن چند تا بامبو هن و با اونا رو با کاتانا بزنید و هر چند تا که بزنی چیتون پر میشه، یعنی یه دونه دایره جدید جون بهتون اضافه میشه. و هات اسپات ها رو برای هات اسپات چک یا این حمام داغ، فارسی رو باز میشیم حمام داغ ها رو هم پیدا کنیم برای اینکه جونمون بیشتر بشه. شراینا رو برای این پیدا میکنیم که یه سری اسمشون چیه از این دایره یا که اسمشون نمیدونم چیه، چارم از چارم بهتونه. و این یه سری روبا هم هستن، اونا رو دنبال کنی یه جایگاه چارنز جدید براتون بار میکنن. خب شما برای که خیلی راحت بدونید که خودتون رو پاره کنید بیان دنبال اینا بگردید، خیلی راحت یه کار میکنید، میان تو این قسمت گرید و نشتاشتم کدوم اینا نمیدونم چی میان به این قسمت اسکیلای این اسکیلا رو باز میکنید. مثلا اگه این اسکیل رو باز کنید میتونید در حمام داغا رو پیدا کنید. حالا چطوری؟
به فرض شما این اسکیل رو باز کردین، مثلا این اسکیل رو باز کردین، شما میایید تو مپ، اون پایین صفحه میبینید چه دکمه زده، اونو میزنید. خب یه منو براتون میاد که از این چیزا رو میتونید پیدا کنید. خب من وقتی اون اسکیل رو پیدا کنید اینجا گزینش برات میاد. وقتی اون اسکیل رو گرفته باشید اینجا گزینش برات. وقت گزینشونو که بزنید نزدیکترین آبگرم را بهتون نشونده. فقط کافی شما اینه، اگه دقت کنید اینجا میبینید یه چیز خاص چه سفید رد میشه، اینو دنبال کنید. حالا اگه مبتدی باشید، یعنی تازه گسافشون میخواین پلی بدین و بلد نباشید، یه مپ نداره اصلا گسافشون، یعنی بالا صفحه نشون نگاه کنید. شما باید بزرگترین دکمه دستتون هستا که یه صفحه یه تاچ هم داره، یعنی تونید لمسیه یه جورایی، اونو بکشید به سمت بالا، یعنی ساب کنید تو آپشنز ها اونا چیور بهتون نشون میدم، توی چی بهتون نشون میدم، اون دکمه رو که الان آن زوم کردم روش بکشین به سمت بالا و وقتی یه باد میره و شما باید سمت باد. یکم شیرین جون شد خورد، احساس کنم بد توضیح دادم و کلا من همین درست توضیح نمیدم، ولی خب. و بعد که این باد دارم میگم، مثلا میبینید یک بادی داره میره، این باد دنبال کنید شما میرسید به جایی که پیدا کردید. کجا میری؟ ولی مثلا جای مثل مونگول ترجری رو باید خودتون پیدا کنید. الان مثلا این یه دوجویه، ولی در واقع قبل از که من برم اونجا رو پاک کنم مونگول ترجری بوده و از مونگول ترجری هم چیزایی مثل گلد میتونید بگیرید که شمشیرتون رو میتونید آپگرید کنید و همین دیگه. و یه راه دیگه هم که میتونید بکنید که دیگه نخواد برید به دنبال، میبینید اینجا بعضی الان من نمیفهم دارم تو هم حرف میزنم، کیرینجم شد. بله بذار آرام یه نفس بکشم. این خب ویدیو شد آموزشی هستن. خب چی بلشون. میبینید این بعضی جا تو مپ علامت سواله، این علامت سوالا میتونن حمام داغ باشن، یا مونگول ترجری باشن، یا بامبو باشن، یا روستا باشن، یا دیگه، یا مثلا روبا باشن، این روبا، یا شراین باشن، یا یه چیز دیگه هم هست اسکن کاتانا. اینا رو پیدا کنه تونه اسکن کاتانا تون تغییر بدین. و فقط اسکن کاتانا نیست، مثلا چیزایی مثل کلاه و ملاه و چیزا هم میتونید با دنبال کردنش بگیرید. یعنی این بیشتر جنبه تزیینی داره بین همه این 4 تا دیگه و همین دیگه. خب داشتم میگفتم اینا رو چی میخواستم بگم که هیچ شدم. وای من اصلا نمیتونم درست آموزش بدم، ریدم با آموزش دادم. آقا بعضی از این علامت سالا مونگول ترجری هن. الان وقتی من آنزو که اونجا نوشته قسمت قرمز نوشته اونجا، مثلا اینجا نوشته 0 از 17، اینجا نوشته 6 از 24. این منظور از 24 تا از این یعنی 24 تا مونگول ترجر اینجا وجود داره که ما وقتی این 24 تا رو کامل بریم اینجا کامل نقشش برای ما باز میشه و همه علامت سوال و معلومات فرقی برای ما باز میشه. ولی این علامت سوال معلوم نیست چند، ممکنه همونجور که گفتم ممکنه جون باشه، بامبو باشه، شراین باشه، روبا باشه، چیزای تزیینی باشه و اینطوری میتونید مثلا یک قسمت کامل رو گیرید و چیکار کنید. پیشنهاد من اینه مثلا این اسکیلا رو بگیرید،
مثلا این اسکیلات میدونید مهمتر از اینا جور به حساب میاد. مثلا با اینا میتونید جونتون رو بیشتر کنید. این دوتا بهترن چون با اینا میتونید جونتون رو بیشتر کنید. این دوتا رو بگیرید و اول بازی میتونید راحت این کارا رو انجام بدید. برید به سمت هر جایی بهتون میگه و کامل لوت کنید و به احتمال زیاد شما بتونید مونگول تریجری که اینجا هستن پیدا کنید. ولی بعضی از مونگول تریجری هستن که جزء خود داستانن. مثلا این یه دونه مونگول تریجریه ولی اگه من بخوام برم توش نمیتونم، میمیرم چون باید با مأموریت برم. و مثلا اینجا این هم یک مونگول تریجری دیگه است، حتی معلوم نیست چون من یه بار بازی رو رفتم میدونم، چون اینا باید با مأموریت بری و بعضی از مونگول تریجری هستن که باید با مأموریت بری، خودت بری میمیری. یعنی یه جور بازی ساختن که دمیج دشمنت میشه خدا، پارت میکنن. و این دیگه گوگیجک گرفتم. بریم سراغ داستان. امیدوارم خوابتون نبرده باشه. There was a struggle. ایشگاوا Look around. بیا اینجا. ایچالا باید بگردیم دنبالت. They moved تو the این map. کدوم قبرستونی هستی؟ Dried حالا blood. زنده بودن و مرده بودن برای من هیچ فرقی نداره. بریم بالا. سگ پر نمیزنه اینجا. ها اونجاست. تیر ندارم، تیرامو همشو فروختم. بشوا ندارم. خب من دارم خوابتون نبره چون هیچی نمیگن، شما باید به داستان بازی گوش کنید. Lord Sakai's boy. You survived Komoda. We could have used your bow. I was on my way when bandits attacked me. Expecting them to return? A samurai is never caught by surprise. I'm sorry about Lord Shimura. He was a good man. He's alive. Taken captive by the Mongols. And there's hope. That's why I've come. Help me save him. I can't. My student is missing. A skilled archer. I will help you look. Then you can both help me free Lord Shimura. اینجا ما رفتیم دنبال سنسei ایشیکاوا و Keep up, Sakai. داریم قانعش میکنیم که بیاد کمکمون که عمومون نجات بده. اولش فکر کرد خودش عمومون مرده ولی باید ما بهش میگفتیم عمومون زنده است و گفت که من نمیتونم بیام چون یه چیز دارم، Any others who can fight back? دانش آموز دارم که گم I شده don't know yet. و همین دانش آموز قرار دهن ما را We can't free your uncle by ourselves. قلتک بندازه. اگه پارت قبل ماینکرافتی دیده باشید اون پارت باید دیده باشید، نمیدونم کنم سری هاردکور اول یا دوم بود یادم نمیاد. این فکر کنم باید بشه تیکه کلام من. بله قلتک انداختم. I can help track your student. انشاءالله Need باید no یه help ساعت tracking Tomoe. اینجا میشینیم. A woman. From what clan? No clan. A peasant. But she can outshoot any samurai I know. یه چی بگم شما باورتون نشه، The last time I من saw برای you was 10 اولین بار years ago. دارم یه پارت گوستاو سوشیما رو تو روز Remember? میگیرم. I remember most of the students I reject. Instead you took this اما اینا Tomoe کوری as your نمیبینی؟ student. رد پارو I showed promise. برو. Tomoe is a prodigy. کی بود استنداپ؟ Mongols. Take them. تیر ندارم. بیا اینجا بیبین سبک ای دنس. نه اعصاب ندارم، ترسیدی ریدی تو خودت به من چه ماجوم دایوس. دیگه کلن تو دست توت میفهمده نه دستی که داشا و چیز بباش سبک. Fight like Pardon? drunk tanuki. They fought well enough at Komoda. Even tanuki can catch a tiger when it's sleeping. برو.
The moist trail picks up here. Come. فهمیدیم باش. The Mongols took Fort Nakayama. The patrol likely came from there. That's close to the hot springs. The town will be the next to fall. Something happened here. An ambush. Look around. انشالله باید اینجا گرده دنبال گوخوری دانش آموزش. همین دانش آموز در ما رو صاف میکنه. بکرد نگاه بکن کوری. Not much. No one died. کسی نمورده. اونجا که زدیم زن اونا رو گویدیم هیچ چی نمورده. اصلا اونا کیک بوده. من باز با بکردم. A Japanese quiver. A gift to my greatest student. I fear the worst. آیا هدیه که داده به دانش آموزت قرار پدرمون در بیاره. اینجا که اومدیم رو سر این تیرا اشکاوا گفت که این مال دانش آموزمه و همینا قرار دهان ما رو ساریس کنه. Worse. They may be doing the same to Lord Shimura. Fear is a weapon, Sakai. Do not let the Mongols use it against you. Your student. Where would they take her? Fort Nakayama. هیچ. The fort is nearby. I should have fought at Komura with you. Better you didn't. We lost enough there. Why did the samurai fail? The Mongols fought like animals. Wrong answer. I saw it with my own eyes. An archer's aim relies not on eyes. خب الان اینجا مثلا میخواد بهمون تیر کمون بده. چقدر ما تیر کمون نداریم. Stop here. We need to talk. What's wrong, Sensei? This bow was a gift to me Bow. from Lord Nagao many years ago. باو. It's a beautiful weapon. Of course it is. And there's nothing more painful to me than a perfect bow ineptly used. Then it's a good thing you're giving it to me. Who said anything about giving? Prove you can shoot straight. I'll let you borrow it. Try it out before we go into battle. Aim for that lamp closest to us. حتما. خب الان کتا چی کنم؟ خب The Hey, further the Rita. target, the more you burn. یارش دیگه. Now the one further down the road. On the left. Not bad. Let's see if you can hit نبت the one خودت furthest میتونی away. بزنی؟ ریدم. Focus, Sakai. I'm getting used to the grip, How does it feel? like it was made for me. It wasn't. So take good care of it. Let's go. تیرم اه خود تیر نداره. خب let's go and برو. A bow like this would have helped at Komoda. It is a good bow. But victory is won by warriors, not weapons. We haven't seen the Mongols fire weapons. And they have not yet won. Fort Nakayama. I hope your غلط student is بخوریم. inside. We'll get a better look at the defenses from up there. خاکی. This spot بذار من یه رنگ عوض بکنم. نه الان رنگ عوض میکنم. پارت اگه کسی کامل نذاش که چه آرمور استفاده کنم always charge into battle with the باید Hakama میدونم پارت قبلی رو ببینید که ببینید من دارم در مورد چه حرف Send میزنم. men to find their missing همه آرمور رو ولی با یه رنگ دیگه میپوشم. strike. The longer we delay, the longer Tomoe remains in danger. She can take care of herself. Survey the battlefield. What can we use to our advantage? زبورا Hornet nests. One shot could زبورا scope them up. کوهی هستن. Sting of insects and arrows. نمیدونم رو چه منطقی گفتم. بذار بگم الان ما اینجا میخوام به اینا شبیه خون بزنیم Damage. اونا رو از چیشون یعنی از قارشون یعنی از قارشون از جایی که دارن گرفتن در واقع میکشیم بیرون و با تیرکمون سرویس میکنیم. ولی بنده Start fire. تیرکمون نخوندم و تیزی میگیرم میام براتون. We are better. بلام کن When the gates open, چشم distract the enemy. Rain باش arrows on their heads. حتما We storm the fort. باش Free Tomoe. باش Now we wait. باش
باشه ولم کو. میشه ولم کنه ها. Wait for my signal. یه دقیقه بیشین داری چی گویی داری میخوری؟ یعنی قدر اینجا لوت کنم. خب Get ready. Now, send them to their ancestors. بکندمت. آی آبا چقدر دیر میچرخه. آی دنت آتیش با قال. دارم کر میشم صداش زیاده. چی میلانیدین ها؟ بهتون گفتم تیزی برنامه. چرا زنده نابد درد حتی بهتر بودم. هنو داخل هست؟ بلان کن میای تو. او بیش براب. آها من بیا اینجا هیچ نرین تو خوده. ریدی کی بود داشت من میزد؟ تا بودی؟ بیا اینجا پارت بکنم. تا باشی تا از این گوه خوری ها نکنی. ها ریدی تو خودت. ریدی تو خودت. ریدی تو خودت. کیه داره تیر میزنه؟ آی تو روح. آها پکندمت. دوتا تیر دارم دوتا انمی. تو رو پارا کردم. هیچ اشکال ندارم تیر دارم. معنی پارتون که هنو هستی؟ هنو که هستی تشویر هنو هستید. نه بکندم شد. خب الان وقت لیسیدن این مکانه. لوت فکر کنم تموم شد دیگه. Slain prisoners. Tied up. Killed with arrows. Tomoe isn't. Wait, this pendant belongs to her. یه چکی کنین چقدر رکورد کردیم. خب الان نزدیک 25 دقیقه است دارم رکورد میکنم. 25 دقیقه من جدا دارم These رکورد arrows are میکنم. Japanese. از اونجایی که نمیخوام تایم ویدیو زیاد بشه I taught her احتمالا to make the knock with Dion تمومش کنم. and that curve of the eagle feathers. So the Mongols took her weapons. The shots are tightly clustered. No Mongol shoots Japanese arrows with such skill. اینو حتما تو کامنت ها بگید. جدا از که من میخوام کامنت بگیرم، جدا از کامنت گرفتن من، جدا میخوام بدونم که از آموزشام بذارم. الان این پارت که یه آموزشی گذاشت، مثلا آموزشی مثل مهارت فرعیاش دیگه، چون توضیح دادم بقیه‌شو. الان ما با اینجا رو بگردیم. Archery terms with but Mongolian translations. چیز یعنی Your name is well, mentioned. She was پوزش teaching them در the راشی way of the bow. خب اینجا گفتم
کوشش اشکوایی نشه. گفتم دانش آموز اشکوا به فنا آموده. الان ما فهمیدیم که این دانش آموز ایشون داره یاد در واقع تیراندازی یادم غلام میده. از سر همین قرار به فاک بریم. در واقع برای که جلوشو بگیریم به فاک میریم، چون تیراندازی مونگولا که هیچ تغییر نمیکنه، فقط میرینن. خب بدبخت همین میخوابید به نظرم بهتر بود. خب بیا دیگه، بدبخت داره میمیره. زنده بمون زنده بمون زنده بمون. تلاشای دیگر من برای فان کردن ویدیو. من نمیدونم بخوام میم بذارم کجا با میم بذارم، چون مثلا ماینکرافت بود هر اتفاق جدید میافتاد. مثلا یه دفعه یه اتفاق میافتاد سر همین ادیت میزدی، ولی اینجا اتفاق خاص نمیافته که بخوای ادیت بزنی. یعنی در واقع میم بذاره که ویدیو خنده دار بشه. از سر همین موندم. مگر که بعد جای سند افکتی یه میمی یه چیزی بزن اونجا الکی. خب بیا بریم. الان ای در با او در چه فرقی داره؟ Pushed her how? What are you hiding? Sensei, بله I demand an answer. She attacked me, رفته عوض شده به منگولو. not bandits. Tomoe, Why? she has no idea what it means to be samurai. You drove her to the Mongols. Do not judge me. Do not lie. یا to تو me. میاد وقت دوجو یعنی جایی که تیرانداز میکنن. ای احمق My way of the رفت بودیم دوجای ایشکاوا و دیدیم به هم خورده. در واقع این دانش آموزش که اسمش توماس Is won by words. دارم احمق، یعنی از احمق شدن دارم عقل از دست میدم. raised you well. We'll hunt Tomoe یعنی together. توماو مثل ایشکاوا. You will help rescue آها my uncle. فهم. You have my words. تو از این به بعد توما رو میگیم گرجه فرنگی، ایشکاوا میگیم اشی. When you are ready, اشی. We can't rescue my uncle خب. alone. I need تنها more people to join our حالیت fight. که میتونم ویدیو رو خنده دار کنم ده همینه. از خودم خنده تنزیق بگذارم. خب اشی میگه. نفهمیدم چی داره هم میگه. خب اشی میشه ولوم کنی؟ اشی دست از سر کچلم بردار. هیچ اسبی میخواد بخوراتم. برو ور اسبی. خواهینم از این مأموریت به طرز عجیبی نیم ساعت مأموریته شد. البته من خودم هم وسطش زیر شدم. حالا تا حالا تایم نگرفت بودم ببینم مأموریت چقدر میشن. سر همین تعجب کردم. من ممنون که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردین و ممنون شم که لایک و ساب و کامنت هیچ هم بذارید و پارت قبلی هم قرار امروز بیاد. یعنی امروز که قرار پارت دوم گوست آف تسوشیما بیاد، دارم پارت سوم چی میکنم، رکورد میکنم. یعنی من هنوز پارت دوم نذاشتم. به هر حال ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردین و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.